در اینجا حوضی آب آشامیدنی برای ساکنان شهر کلوب ساخته می شود. چند سال به این طرف در فصل گرما ساکنان شهر از نارسایی آب شکایت می کنند. مثل این حوض ساختمان 18 تای دیگر در 10 گوشه شهر جریان دارد. هر یک با گنجایشی از 500 تا 6000 مکعب آب. در قسمت دومی آب انبار کارها دوام دارد و ما باور داریم که آب انبار را با صفت بلند میسپاریم. کارخانه آب و کاریز تلاش دارد با این حوضها نارسایی آب را از بین برد. اما راهبران این اداره میگویند قرض از نپرداختن پول آب در شهر به 25 میلیون سامانی رسیده است. 20 میلیون آن را قرض ساکنان تشکیل می‌دهد. شخصانی که از امتیازهای دولت برخوردارند قرض آنها در نزد اداره آب افزوده است. باید این قرض را وزارت مالیه پرداخت کند. قرض شخصانی امتیازناک در کارخانه آب و کانالیزاسیون شهر کلوب 7.5 میلیون سوم رسیده است. حالا قرض اندازی کارخانه آب و کاریز کلوب به 18 میلیون سامانی رسیده است. در اینجا میگویند در گذشته حساب این قرض را با انداز برابر میکردند. حالا چنین نیست و کارخانه پول انداز را علاهیده میپردازد. اکنون رهبریت کارخانه میخواهد که چنین سیستم دوباره برقرار شود تا قرض شخصان امتیازناک از حساب انداز پوشانیده شود. ما از حساب انداز یا مقدار مبلغ قرض داریم با 18 میلیون رسیده است قریب. من فکر میکنم باشد که حساب برابری شود، پیشنهاد کنند حساب برابری شود. در کلوب سال تا سال اهالی رو به افزایش دارد. مقامات میگویند که از این رو طلبات به آب بیشتر شده است، اما قرض پول آب هم تا رفت بالا می رود. حکومت میگوید اگر ساکنان پول را پوره پرداخت کنند مشکل آب کم خواهد شد و تامینات مردم با آب بهتر اگر مشکل قرض حل شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.